الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. به نام خداوند هستی بخش و عرض سلام و درود خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و ارجمند. امروز سر 4 امام مسلمین صحبت میشه. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. بعد از اینکه 4 امام به معرفی گرفته شد، در مبحث 4 با ائمه حدیث 6 کتاب معتبر حدیث تماس میگیریم. این 6 کتاب خدمتتان معرفی میکنیم که ما وقتی میگیم ما 6 کتاب معتبر حدیث داریم در دنیای اسلام، اینا کیها بودن؟ کتابهایشان چگونه کتابهایی است و با چه زحمت‌های کتابها را فراهم کردن؟ شخصیت‌های از اینا چی بودن؟ اولین امامی را که من میخوایم اولویت بدم، هرچند جامعه افغانی ما جامعه احناف است، 99% مسلمان هستیم و بیشتر از اینا پیرو احناف هستند و ما به این معنا نمیگیم که ما پیرو مذهب احناف هستیم، ما از ابو حنیفه پیروی میکنیم، ما پیرو قرآن و سنت هستیم. فرق است بین شارع و بین شارح. انسانی که دین تشریع میکنه و الله و رسولش است و کسی که دین تشریح میکنه واضح بیان میکنه. در این راستا زحمت های زیادی را متحمل شده، زیاد تکالیف را کشیدن، زیاد اونا اجتهاد کردن، پس اونا دین تشریح کردن، ما مطابق تشریح از اونا دین به دیگران میرسانیم. پس ما اولین امامی را که میخوایم خدمتتان عرض کنیم، هرچند اولین امام اعظم است، امام ابو حنیفه النعمان است، لکن ما اول امام دارالهجره را میخوایم خدمتتان عرض کنیم، در حالی که از امام ابو حنیفه بیشتر از 10 سال تا حدود 13 سال امام مالک رحمه الله خرد سن بودند. لکن به احترام روضه رسول الله علیه السلام، به احترام امام دارالهجره، امام مدینه رسول الله، امامی که یکی از نواسه های اصحاب نبی به نام حضرت نافع است و یکی از یاران جاننثار نبی علیه السلام است، میم اولین امام 4 مذهب امام مالک به معرفی میگیریم. اگرچه امام مالک امام اول نیست، امام اعظم نیست، لکن به احترام روضه نبی و امام دارالهجرت این اول به معرفی میگیریم. امام مالک کی بود؟ شخصیت علمیش و استعدادش، عقل و فهم و داناییش در کدام پیمانه قرار داشت؟ امام مالک چه خدماتی را در اسلام کرد و از او ما چی را میخوایم بیاموزیم؟ این انشاءالله در بحثای ما مورد فوکس خواهد بود، مورد تمرکز ما خواهد بود. اما آنچه را که قبل از بحث خود میخوایم با شما خدمتتان عرض بکنم ایست که چرا 4 امام در اسلام به نام مذاهب 4گانه در اهل سنت و الجماعت، در جماعه اهل سنت، در جامعه اهل سنت و الجماعت 4 امام اهل سنت، امام قبول شده و مورد اتفاق امت اسلامی قرار گرفت؟ چرا این 4 امام یک امام نشد؟ کل دین تشریح کردن و به ما رساندن. نقطه بسیار جوهری که همه سوالای ما را جواب میده، دین با تمام خوبی هایش خیلی وسیع و فراگیر و جهان شمول است. دین بین المللی است، در اصول، در اساس، در برنامه پیام همه انبیا، همه ائمه یکیست. او چیست؟ لا اله الا الله، خدا یکیست، هیچ معبودی جز او وجود نداره. الله یک است در قانونگذاری، در عبادت، در خلقت، در پرورش، در همه چیز خدا یکیست. او ذاتی که دنبالش هستین، فطرت شما دنبال گمشده معشوق و معبود خود هستین، او کیست؟ الله هست و او هم یکیست، تقلبی، همیشان غیر از او تقلبی است. معبود ما و موجود ما، خالق ما و معشوق ما، او فقط یک الله هست
و همه کائنات محتاج از اوست. اگر کافر است، اگر مسلمان است. بت پرستا هم نمیگه خدا دوتاست، همیشان میگه خدا یکیست. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این بتایی که است اینا ما را نزد الله شفاعت میکنه. مشرکین میگفتن لیقربونا الی الله زلفا، تا توسط این بتا به الله نزدیک شویم. همگی خدا میگن. پس در اساس و در برنامه پیام همه انبیا، بله در شرایع فرق است. طور مثال در شریعت حضرت پیغمبر علیه السلام برای دزد قطع دست آمده است، اما در شریعت حضرت یعقوب انسان دزد باید حبس میشد، چند سال حبس باید میبود، خدمت کسی را میکرد پولش دزدی شده. ببینید در شریعت ها فرق است، اما در اساس و در برنامه از آدم تا این دم تا قیام قیامت پیام همه انبیا و همه فقها یکیست که خدا یکیست، معبودی بر حقی است، جز او معبودی دیگری وجود ندارد. پس اختلافات را انشاءالله با شما، چرا اختلافات ما چهار مذهب با شما شریک میکنم. اول خو سوال اینجا بود دوست عزیز که در اساس و در اصول دین ما، در معتقدات ما هیچ نوع اختلافی وجود نداره، خدا یکیست. اما در شریعت ها فرق بوده. شریعت یک پیغمبر با دیگه پیغمبر، شما ببینین در شریعت حضرت موسی علیه السلام زمانی که یک انسان مرتکب گناه کبیره یعنی شرک میشد، این بخششش توبهش مساوی به قتلش بود. در قرآن کریم میخوانیم که وقتی کسی مرتکب یک عمل کبیره میشد، یک گناه کبیره میشد، دروازه بخشش برایش باز بود، لکن با قتل نفسش باید خودش خودکشی میکرد، یا کسایی که مشرک نبودن یا گناه کبیره نکرده بودن توسط اونها انسانهای مشرک به قتل میرسیدن. اما در دین ما وقتی یک انسان مرتکب گناه کبیره میشه، جبیرش با توبه هست. اگر توبه بکنی الله میبخش، توبه خالصانه. شرایط توبه باید پوره باشه، باید پشیمان باشی، تصمیم بگیری که دیگه گناه نمیکنم و عاجل از گناه دست برداری. اگر حقوق بنده باشه با بنده بری معذرت بخوایی، اگر حقوق الله باشه ادایش بکنی، خلاص الله میبخشش. اما در شریعت موسی علیه السلام بخشیدن نبود، باید خودکشی میکرد یا توسط انسان موحد، انسان مشرک از بین میرفت. این مساوی بعد قبولی توبهش بود. پس ببینید در شریعت ها فرق است، اما در اساس در برنامه پیام همه انبیا یکیست. پس بین چهار مذهبم وقتی اختلافات آمده و این چهار مذهب تشکیل شده، نظر به نیاز مردم و امت مسلمه. وقتی اینا میان تشکیل میشن چهار مذهب، مذاهب چهارگانه، اختلافاتی میبینیم در بینشان وجود داره، لکن این اختلافات در اساس نیست، در اصول دین نیست، در معتقدات نیست. اختلافات در فروع دین است، در فروع عقیده، در فروع مسائل فقهی وجود داره که این نظر به نیاز عصر و زمان، چون در دین وسعت است. پیغمبر در فروعات فقهی، در قضایای عقیدوی، در فروعات عقیدوی به سینه باز عبادت کردن. دست بسته هم عبادت، دست بازم عبادت کرد، برابر سینه هم بلند کرد، برابر شانه هم بلند کرد، برابر گوش هم بلند کرد. ببینید در فروعات فقهی پیغمبر با سینه باز عبادت کرده است، دیز کدام حرج نیست. بلی وقتی مطابق روایات صحیح و دلائل قوی وقتی به ما میرسه از طریق شارح، کسی که دین تشریح میکنه، بعد ما اجازه نداریم گاهی ازی بریم به او، از او بریم به ای، چون این چیزی باز به ما اجازه نمی باشه. ما بگویم والا کلش حدیث است، بله از طریق صحیح به ما رسید که ما دست باید به کجا بگیریم، دست به کجا بلند کنیم، بعد نماز چیکار کنیم، پیش از نماز چیکار کنیم. اینا فروعاتی است که اختلافات بوده در صدر اسلام تا قیام قیامت. اختلافات وجود داره و این اختلافات هیچگاه سبب کشتمات در بین امت و سبب موقف گیری های خصمانه نبوده و نمی باشد. خب پس چرا اختلافات آمد؟ دلیل وجود اختلافات چیست دوست عزیز؟ این را باید بپذیریم که اختلافات در جامعه انسانی، در جامعه بشری یک امر فطری هست، یک امر طبیعی است. مثلا یک کس بخواه اختلافات نباشه، امکان نداره. یعنی اگر کس به عقیده باشه که اختلافات از بین میبرم، سنت خدا رو تغییر میده، یعنی قطعا ممکن نیست. اختلافات باید باشه. خب کمال در نحوه مدیریت اختلافات است.
انسان های با ظرفیت، با شخصیت، با علمیت میتونن اختلافات مدیریت کنن. پس وقتی اختلافات مدیریت میشه، مدیریت سالم، پس هیچگاه باعث مشکلات نمی باشه. اختلافات دوستی عزیز به شکل کلی به 3 بخش تقسیم میشه. اختلاف به شکل کلی و محوری به 3 بخش تقسیم میشه. بله اختلافات انواع زیاد داره، خوب به شکل اساسی و کلی 3 قسم است. اول باید این را بپذیریم اختلاف هست، هر انسان باید باش. در داخل یک خانه بینید بین زن و شوهر اختلاف است، بین 2 برادر است، بین حتی مادر و دختر، بین برادر و پدر اختلافات وجود داره، بین همسایه و همسایه، بین قریه و قریه، بین عالم و عالم، بین خوب و بد اختلاف هست. این وجود داره. حتی 2 طفل که از یک پدر و یک مادر به دنیا میبینیم، در طرز تفکر، در همه چیز، در جوهر، در همه چیز میبینیم اختلاف وجود داره، با وجودی که از یک پدر و یک مادر، از یک نطفه به میان میاد. حتی در اختلافات در انسان ها نه، حتی در نباتات، در جمادات، در حیوانات ببینیم اختلاف وجود داره. قرآن کریم میگه همه نباتات از یک خاک میرویه، از یک آب آبیاری میشه. ولكن ونفضل بعضها على بعض في الاكل. لکن در ذوق و در لذت ببینیم که در بینشان یکی بر دیگه برتری داره، یکی مثلا ترش است، یکی شیرین است، یکی تلخ است و امثال از اینا. در حالی که یسقا بماء واحد، از یک آب آبیاری میشه، ولی فرق است در لذتش. پس وقتی در این مخلوقات میبینیم اختلافات است، پس در انسان هم اختلاف وجود داره. پس اختلافات شیء طبیعی و فطری هست. پس کمال در مدیریت اختلافات است که چگونه ما هم دیگر را بپذیریم، هم دیگر را تحمل کنیم با وجود اختلافات. نمی خاطر دکتر محمد عبده میگه نتعاون فیما نتفق و نتسامح فیما نختلف. ما همیشه باید در او چیزی که اتفاق نظر داریم از یک دیگر کمک بخوایم، با یک دیگر کمک کنیم، دست به دست هم بتیم تا او شیئی که اتفاق است، متفق فیه یا متفق علیه است، او را چی بکنیم؟ رشد بتیم، توسعه بتیم. و نتسامح فیما نختلف، و همیشه در اون مواردی که اختلاف نظر داریم با یک دیگر معذرت بخوایم، از یک دیگر بخشش بخوایم. بله نظر شما پیش ما معتبر است، ولی نظر ما چنین نیست، از شما بخشش میخوایم از اینکه با نظر شما من موافق نیستم. این به این معنی نیست که ما باید هم نظر باشیم، ولی بعضی ما تصادم آرا باید داشته باشیم تا رشد کنیم، تا از چندین نظر اختلافی یک نظر مثبت و خوب و زیبا بیرون شود. پس اولین اختلاف دوستای عزیز بر 3 قسم اختلاف تقسیم کردیم. اول اختلاف در اساس است، در دین. اختلاف در دین. فمنهم من آمن و منهم من کفر. گروهی ایمان آوردن، گروهی راه کفر پیش خود گرفتن. تا زمان نوح علیه السلام همه انسان ها موحد بودن، همه انسان ها پیرو یک دین، یک کش، یک عقیده. تا زمان نوح، بعد از زمان نوح و در خود زمان نوح کفر به وجود آمد. تعداد راه کفر، تعداد راه اسلام انتخاب کردند. به خاطر حل ازی الله انبیا را فرستاد. حضرت نوح اولین پیغمبری تشریعی بودند. پیش از حضرت نوح علیه السلام، از حضرت آدم تا نوح علیه السلام انبیای آمده بودند. لکن این انبیا حیثیت چی بود؟ یک راهنما بودند. همه مسلمان، همه کلمه خوان بودند. ولی به اساس بد انتخاب میبینیم که در زمان نوح علیه السلام کفر ظهور میکنه و بالاخره یک تعداد راه کفر و یک تعداد راه اسلام پیش میگیره و اولین پیغمبری تشریعی که دین خدا را تشریع میکنه، 950 سال دعوت میکنه، حضرت نوح علیه السلام است. و بعد از او تسلسل انبیا ادامه پیدا میکنه. صحبت اینجا بود که اختلافات را ما بر 3 بخش به شکل کلی تقسیم کردیم. اختلافات در دین. تا زمان نوح علیه السلام همه انسان ها یک کش، یک عقیده بود، لکن اختلافات به وجود آمد. یک تعداد راه کفر و یک تعداد راه اسلام انتخاب کردند. به خاطر حل از اختلافات الله تسلسل انبیا را ادامه داد تا بیاین انبیا مبشرین و منذرین باشند. انسانهای کافر و بدبخت را به عواقب وخیم، انسانهای نیک را به نتیجه خوب چی بکنن؟ راهنمایی بکنن. پس این اختلاف در جوهر دین بود که بعد از او جنگ کفر و باطل آغاز شد تا قیام قیامت ادامه داره.
به هم جنگ و جدل دارند و لشکرهای نفس و روح. این لشکری نفس و لشکری روح، لشکری اسلام، اینها ادامه دارند و به خاطر رفع از این اختلاف میبینیم که انبیا بیشتر از 1,24,000 کم و بیش البته فرستاده میشه و اینا دعوت میکنن در هر سرزمینی. انسان هایی که معتقد و معتنق هستند به خدا اونها را به نتیجه خوب و انسان های کافر را به نتیجه بد و عواقب وخیم هشدار میدن. اختلافات خطش روشن است، خطش روشن است، کافر و مسلمان، هیچ مشکلی در اختلافات نیست. و اگر کافر نمیخواه مسلمان شود، سیاست خارجی مسلمان معلوم است که با اونا حسن معاشره می داشته باشه، روابط خوب می داشته باشه، که خداوند در سوره مبارکه ممتحنه روابط خارجی اسلام واضح میکنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله هرگز شما را منع نمیکنه با کسایی که با شما نمی جنگن، شما را از خانه و کاشانیتون دور نمیکنن، با مقدسات شما تعرض نمیکنه، ارزش های شما را خورده نمیگیره، حد که حرمت نمیکنه بر دین و مقدسات شما. ان تبروهم، که با اونا نیکی کنید، حسن جوار، حسن معاملات، تجارت، روابط داشته باشین، شما را منع نمیکنه. حتی این کار شما سبب اجر و ثواب به شما میشه. اما انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. اما باز دین ذلت نیست. وقتی کسایی که در دین با شما می جنگن، شما را از خانه و کاشانه بیرون میکنن، با مقدسات شما میتازن، پس هرگز شما ذلت نپذیرید. هرگز شما را الله منع میکنه با کسایی که با شما می جنگن، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون میرانن که شما با اونا دوستی کرده نمیتونین، موقف میگیرین. پس این خطش روشن شد. دوسته عزیز، اختلافات در فروع دین، اختلافات در فروعات عقیده، در فروعات مسائل فقهی. این اختلافات دوسته عزیز در صدر اسلام هم بوده، امروز هم است و بعد از این خواهد بود. چرا؟ این امر فطری هست. خوی اختلاف سبب مشکلات بین امت نمیشه و در این اختلاف وسعت است به امت. مثلا در یک جامعه ای که ما میایم مسائل را به بحث میگیریم که مردم او جامعه در فروعات فقهی قلبا مشکل داره، مثلا داشتن کلاه به سر، در جامعه که همه مردم کلاه سر میکنن، در اینجا نداشتن کلاه مکروه است، نماز را بدون کلاه خواندن مکروه است، داشتن عمامه یا دستار، اینا چی هستن؟ ثواب داره، نداشتنش مکروه. اما در یک جامعه که میریم هیچ کس کلاه نداره، آیا ما بیایم اونجا نماز مردم مکروه بگیم؟ ببینین، اگر ما در فروعات فقهی اگر اختلاف نمی بود و این وسعت در اختلاف نمی بود، رحمت در اختلاف نمی بود، پس جامعه که هیچ حتی ریش نمیمانن، مثلا جامعه اسلامی ترکیه، کلاه خو هیچ نیست، حتی ریش هم ندارن، هیچ چیز ندارن، ما بگیم کل نمازه از اونا نمیشه؟ پس فروعات فقهی به خاطر اختلافات آمد که مردم در سهولت زندگی کنن، مردم در مشقت واقع نشن. پس اختلافات به خاطر تکلیف نیست، به خاطر رفع تکلیف است، به خاطر رفع مشقت است. این اختلافات در عصر پیغمبر هم بود. یک مثال خدمتتان عرض کنم. سماع موتی یا شنیدن مردگان یکی از موضوعات های اختلافی است، از فروعات عقیده است. اساس عقیده چیز؟ خدا است، پیغمبرش است، انبیا و حق است، آخرت، اینا اساس عقیده است. اما فروعات عقیده، مرده میشنوه نمیشنوه، یکی از مسائل عقیده است، لکن شامل اصول عقیده نمیشه. یک تا صحابه میگه مرده میشنوه، یک تا میگه نمیشنوه. حضرت عمر صاحب میگه مرده میشنوه. چرا؟ حتی سلام میتی، سلام تا جواب میگه، میری میشناسه. چرا؟ استدلال از حدیث پیغمبر میکنه که پیغمبر در جنت البقیع میرفت، سلام عرض میکرد برای مرده ها و برای از اونها احوال از خانوادهشان میداد، میگفت اینا میشنون. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه مرده نمیشنون، از قرآن استدلال میکنه، فانک لا تسمع الموتى، ای پیغمبر تو مرده را شنونده نمیتونی. پس ببینیم، یک تا میگه میشنو، از حدیث استدلال میکنه،
این میگه نمیشنه، از قرآن استدلال میکنه. این ارتباط میگیره به اجتهاد یک عالم. و للمجتهد اجران، برای مجتهد دو اجر است. انسانی که اجتهاد میکنه در قضیه و شرایط اجتهاد داشته باشه. اجر اذا اخطا، یک اجر است زمانی که مجتهد خطا کنه، و اجران اذا اصاب، دو اجر است زمانی که برسه به حق برسه، دو اجر بگیره. پس اگر اشتباه رفته بود، چون کوشش کرده، زحمت کشیده که یک تکلیف از سر امت دور کنه، پس دو اجر است. و اگر به اشتباه نرفته بود، به ثواب رسیده بود، باز دو اجر است. پس دوستان عزیز، ببینین بین حضرت عایشه و حضرت عمر اختلاف است، لکن هیچ جگاه کس ثابت کرده نمیتونه حضرت عمر سے حضرت عایشه را بد درت گفته باشه، حضرت عایشه ام المؤمنین حضرت عمر را بد درت گفته باشه. اختلاف بود ولی احترامی داشت به یک دیگه از جانشون بالا. زمانی که حضرت عمر سے وفات میکنه، میگه برین پشت دروازه حضرت عایشه، اگر اجازه داد داخل، نگوین امیر المؤمنین، بگو عمر مرده، نشوه که امیر المؤمنین بگویم تحت تاثیر بروه، بگوین عمر مرده، اجازه است که دفن شوه یا خیر. پس دوم اختلاف دوستای عزیز در فروعات فقهی است که در عصر صحابه بوده، در عصر تابعین بوده، در عصر تبع تابعین بوده، و این رحمت است برای امت، برای رفع حرج، رفع تکلیف و مشقت برای امت. اختلافات به وجود آمده و خود بیانگر عظمت دین است، بزرگی دین است، که دین اینقدر بزرگ است که مطابق اون مذهب هم زندگی کنی بهشت میری، مطابق از این مطابق از اون، با وجود که اختلافات زیاد در بینشان بود. پس دین باید خرد نسازیم، کوچک نکنیم که بیایم در یک مذهب چخش کنیم. چرا یک مذهب نبود، چرا یک پیغمبر نبود، چرا یک دین نبود؟ نه، دین کوچک نکنین. دین خیلی وسیع است، خیلی فراخ است. تو هم حق هستی، ما هم حق هستیم. مطابق امیر روش تو هم به جنت میری، ما هم، اگر عمل داشته باشیم. بر صورت اختلافات را به 3 بخش تقسیم کردیم که انشاءالله ادامه این بحث را با شما می داشته باشم. قبل از اینکه بیایم به زندگی نامه 4 امام بپردازم، باید این موضوع واضح شود که چرا اختلافات آمد، چرا این 4 مذهب تشکیل شد. اما انشاءالله ادامه بحث زیبا و مبارک را در جلسه آینده با شما می داشته باشم. از اینکه فرصت بیشتر با ما یاری نمیکنه، ناگزیر با شما دوستای عزیز خداحافظی کنم. همه شما را به خداوند یکتا و همتا تا دیداری بعد با برنامه بعد امانت میسپارم. الله نگهدار.